80% بیماری‌های روانی و فیزیکی، جسمی و روانی، ریشش در اضطراب و استرس است. این دو دشمن بزرگ انسان است. زیاد مریضی‌های روانی از خاطر تشویش و استرس وجود میاد. روانی را خود جایش باز. کسایی میگن معده‌اش درد داره. هر چی میگه دکتر صاحب دوای معده میگیرم. معاینات کردیم، اندوسکوپی بار کردیم، چیز پیدا نشده. خب میگم برای پیدا نشده. ما یک مشکل معده داریم به نام استرس گاسترایتیس یاد میشه. التهاب استرسی، استرس داره معده التهاب میکنه. ضربان قلب میگه بی‌نظم است. دکتر میگه تکلیف قلبی نداره. این معایناتی گراف ایکوئی به خاطر چی استرس داره. شما میبینید حتی سرطان ها میتونه از اثر استرس وجود بیاد. نشین میگه دیگرگونی میکرد بیچاره را سرطان گرفت. و پیشتر تاثیر قدرت ذهنی را بر شما اشاره کرد که اگه شما ذهنن تصور کنید مریض میشه. بنابراین این یک دشمن بزرگ ماست. این سمینار ما بسیار ارزش داره. تو از 80% بیماری‌ها نجات میده. در گذشته ترس و اضطراب زیاد بود ولی در دنیای امروز استرس زیاد شده. چرا؟ سرعت زندگی زیاد شده. هر قدر سرعت زیاد شه استرس هم روش زیاد میشه. در اطراف استرس کم است. به خاطر که فصل در فصل زندگی میکنن. فصل داس در از فصل حق کوشیاز صندلیس خواب اما در کابل استرس زیاد میشه. چرا؟ هر 8 بجه حالا حاضریم قید نشه. حالا 5 دقیقه به ثانیه ها کار میکنیم. وقتی سرعت زندگی زیاد میشه استرس هم همراهش زیاد میشه. بنان قرن ما و شما قرن پر از استرس است. اینا چون با یک دشمن روبرو هستیم خیر ما باید بشناسیم میشه. اگر نشناسیم مثلا مثل شما کرونا رو نمیشناختین چی حالت انداخته بود. وقتی شناخته شد واکسن جوش تا این روزا نمیترسید. روزا میایین بدون ماسک اینجا نشستیم. داری که وقتی که نمیشناختیم او در یک متری هم دیگه نزدیک نمیشیم. اینا استرس هم همونطوره. اگر نشناختی خرابت میکنه. اگر شناختی شد تو میتونی راههای درست بلد شی که بتونی خوب مدیریت کنی.